او را من نفهمیدم، من خود نرفتیم در بند چی فهمم کرشمهشان پیش بودن ما از پشتشان. او را رشما گفت مادر گفتی یک رقم یک مسیر دیگه میره پرسان زیاد کن. گرچه ما همیشه در تلفن‌های خود دوستان مسیری که میرفتیم نقشه داشتیم و جز از اسنپ خب آدم اعتبار نیست ما خودمان نقشه میزدیم که یعنی مسیر خود انتخاب میکردیم. امو را میگم نه بارش ما گفت مادر گفتی در سمتی که ما میریم این نمیره. من گفتم چوباش دختر چی را میفهمی؟ گفت نه گفت من یک دفعه کرشمه به من نقشه را نشان داده بود. مال نقشه در دست تو است که نشان میده. با چند دفعه پرسان کرد از کجا هستی از کجا. خب میفهم هر رقم باشه میفهمم. ما گفتیم که ما از افغانستان هستیم. خوش شکر میکشیم و افتخار میکنیم به نام ما که نمیشه که ما پت کنیم که بگیم از دیگه جای هستیم. وقتی که برد ما دیگه راست برد در خود اردوگاه تای ما کرد. او دیگه دوباره دیگه نه گپ زدن بود نه دیگه راستی رشما زیاد جگرخون شد که ما در حال ما چی رقم کنیم. دیدیم که بسیار دیگه خلق دیگه اونجا شتگی چی اشتاک چی بی اشتاک کسایی بود که تا میگه پشت سودا برآمدم رفتم گرفتم خب اونجا کل کارشان همی اسنپ بود. وقتی دیدیم در یک گوشه یام ششتن کرشمهشان از ما پیش یاره برده بود دیگه نمیفهم که یاره چی رقم برده بود که ما زنگ هم زدیم تلفن‌هایشان جواب نداد. خب ما در یک قصه هستیم یعنی مورم فهمیده بود که زیادتر افغانا از اسنپ استفاده میکنن. ما قضیه اسنپ جدی نگرفتیم مثل که میگفتن نان خشک نمیتن و مچم چی نمیتن کدام چیز دیگه هم گفتن ما جدی نگرفتیم. نه وقتاش ما برو نه مذاق میگفتن برو نه مذاق میکنه گپ نیست دیگه. همون روزم به خدا ما که میبر آمدیم نه تا خود ما دیگه فقط دو جوره چادر گرفتیم خلاص دیگه ما پیرانه ما گفتیم میریم 2 تا یا 3 تا نهایتش هم 2 تا گفتیم برنامه ثبت میکنیم میاییم دیگه. ما رفتیم دیگه 2 سال دیگه ششتیم دیگه نمیموندن اسنپ مسیرش از ایرایی که میرفتیم هر خوردی سراب مادر ما گفتم مادر میگم ماقل که گفتنی دیگه اول که ما در اسنپ بالا شدیم ما را هیچ نشناخت هیچ نفهمید که ما افغانیستیم. وقتی که بازی با ما کدمان تو گپ زد حرف زد قانون ما چی میشنه او را معلوم نمیشه او را معلوم نمیشه یعنی او پلیس هست یا چی بیخی هم تو مثل خودم میوی چی اسنپ بالا ولی هم تو موترش هم چرک چمد خودش هم تو بود یعنی معلومش نمیشه. یکی با یک را که ما گپ زد سخن گفت که نه چطور چیکار ما نگفتیم که ما چند سال از اینجا بودیم ما گفتیم تازه 2 هفته شد که آمدیم میدان نگفتیم که یعنی مثلا این چند باشه 4 ماش نه 4 ماه اینا اگه میگفتیم میشد که او چقدر شد تا مانده داولمو دیگه دوستای یه قصه تمام تو زیاد قصه میکرد ما قلب نمیزدیم میفتیم اونش کنم گپ نشه از اون قضیه اسنپ میترسیدیم. اما باز از ترسیدنش هم چی که ما کاش که امور جدی میگرفتیم یا همین نصیب ما بود که مستقیم ما را بیاره افغانستان پس بیاییم میشه. والا اوجا در اردوگاه رفتم با اولین بار دیگه اوجا من دیدم در تیک تاک یا که میدیدم میگفتم برو دروغ هست خودم که از کجا را میگیرن یا کدام جای